Hello boys and girls, welcome to my channel احسان اسپوکی هم. خیلی خوش اومدید. اومدم با قسمت دوم از اسپوکی سشن یا دوره همی ترسناک. ما قراره کنار هم بشینیم و فیلم های کوتاه ترسناک ببینیم. پس آماده باشید که با هم دیگه بریم سراغ ویدیوی اول به اسم No Sleep Tonight. امشب خبری از خواب نیست. او توهم زده. این بده. فکر کن نصف شب یکی جلوی تختت باشه. الان خودتو زدی به اون راه ها. اوکی، انگار که نه، انگار اتفاقی افتاد. وا، این داره میپاد اینو این لای اون چوب. اوه فاک. اوه، پتو رو انداخت روش. مگه موش داری میگیری؟ برو فرار کن. وای نه. یه توهم بوده، چیزی نیست. شوخیت گرفته ها. اوه 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 فاک. قیچی به دست اون پایین داره. یه نیشخندی هم داشت میزد. گریمش باحال بود. گریمش رو خیلی دوست داشتم. شخصیتش، کاراکتری که ساخته بودن ترسناک بود، ولی خب خیلی جامپ اسکیر اونجوری نداشت. خب با هم دیگه بریم سراغ فیلم دوم به اسم Close Your Eyes، چشماتو ببند، که برنده شورت هارر فیلم 2022 هم مثل این که هست. برو بریم تو کارش. Martin? مارتین، Martin, what are you doing? چیکار داری میکنی؟ Sleepwalking? تو خواب داری راه میری؟ She told me if I close my eyes. بهم گفت اگه چشمامو ببندم She told me secrets. یه راز رو بهم میگه. Who said that? کی این حرفو بهت زده؟ Listen, گوش کن. you have to knock. باید در بزنی. Close your eyes. چشماتو ببند. I don't hear anything. چیزی نمیشنوم. Sorry. متاسفم.
You must be dreaming. حتما خیال بافی کردم. وای نه، صدای در اومد. پشمام، یکی در زد. بیخیال شو، برگرد. پشمام، کی بود اومد تو؟ در رو نبستی مگه؟ لعنتی. What the hell, man? واو اینو پشمام. اوه نه، کجا رفت؟ زامبی بود چی بودی؟ وای نه. وای خیلی ترسناک بود دختره. خب اینم بود از دومین ویدیو به اسم Close Your Eyes. شما هم نظرتون رو حتما تو کامنت ها برام بنویسین که ویدیو اول رو بیشتر دوست داشتین یا دومی. اگه ویدیو دیگه ای هم سراغ دارین حتما به معرفی بکنین. دمتون گرم، مرسی که تماشا کردین. با پارت بعد میبینمتون و پیس.